من از سازمان بهزیستی تحت پوشش سازمان بهزیستی ام. سال 88 اعلام کردم 25 میلیون وام به سازمان بهزیستی به معلولین میده برای خرید مسکن. از اونجا شروع شد داستان ما. رفتم چرخامو فروختم، وسایلمو فروختم، هر چی تو زندگیم بود فروختم، دادم به این آقایون، پول من شد 10,500. ریختم به حساب که خونه رو بدم. خود آقای وزیر، آقای نیکساد اون موقع بودن، به من گفت شرافتاً برج 591 من خونه رو تو فاز 9 بهت میدم. من بلند شدم قرارداد خونه‌مو که می‌نشستم توش 7 میلیون پول پیش داده بودم، اینو فخس کردم، پولا رو برداشتم بردم ریختم به حساب این آقایون. حالا مستاجر بعدی اومده جای من، هی میرم اونجا هفته بعد، میرم اونجا 2 هفته بعد، هفته بعد آخر رفتم میبینم مثلا این همونه، نه آب نه برق نه چی، هیچی. تا سال 91 اگه خونه منو تحویل میدادید میگفتید آقا 1 تومن هم اضافه شده، من وظیفه‌م بود این چون بسته نشده به شما بدم. ولی نه شما صبر کنید تا 1400 هی هر سال من هزینه وزارت راه و شهرسازی رو بدم. آقا میخواد هواپیما بخره، آقا میخواد ویلا تو لواسون بسازه، به من چه مربوطه؟ به من چه مربوطه که تو با دولت قبلی مشکل داری؟ به من چه مربوطه که شما با هم دیگه مشکل داری؟ من از دولت قبلی اگه وام گرفته بودم شما وامو به من میبخشیدید، میگفتی تو از دولت قبلی گرفتی. چه جور طلباتون رو وصول میکنید؟ چه جور اگه کسی به بانک بدهکار باشه مأمور سری بهش میدید؟ چه جور وقتی من میرم اعتراض میکنم مأمور میاد منو میگیره؟ خدمتی دیگر، این کو خدمتتون؟ این که شد سم واسه من. 2010 هم که خودم در میوردم با بدبختی و فلاکت ازم گرفتید که کجا برم؟ بگم مرگ در آمریکا درست میشه؟ برم تو راهپیمایی کنم درست میشه؟ چه کار کنم؟ شما بگید من همون کار انجام بدم. هر کاری میکنم، نه آقای غفوری رو میتونم ببینم، نه اینجا که وزارت راه و شهرسازی میام اصلا از در راهمون نمیدن تو. بابا لااقل قبلا میشد بری وزیر رو ببینی، میرفتیم درد دلمون میگفتیم لااقل یه چاخان بهمون میگفت ما را سبک میشدیم میرفتیم میگفتیم خب وزیر حرفمون رو زدیم. نماینده مجلس اومده به من میگه آقا بعد از 7 سال آقا این بد جایی جانمایی شده، به درد نمیخوره، خطرناکه، بهتون میدیم ما بولدوزر بزنیم اونجا رو خراب کنیم. این حرف نماینده باید به من بزنه به جای اینکه مشکل من حل کنه؟ من چه کار کنم؟ من چه کار کنم شما ندونم کارید؟ من چه کار کنم شما کاری از دستتون بر نمیاد؟ من چه کار کنم که شما بازیای سیاسی دارید؟ الان انقدر گرفتارم کردن که این همه رو کوبیدم اینجا که بیام حرفمو بزنم. دیگه روم نمیکنه خونه فامیل برم، به داداشم نمیتونم حرف بزنم، سراغ پدر مادر خودم نمیتونم برم. بس گرفتم، هی ندادم. بس کنید دیگه، بس آقا، نمیخواین کی رو ببینیم؟ ولمون کنید. ما آقا این آقای وزیر بیاد بگه تکلیف منو با خودش روشن کنه، من چی کار کنم؟